سفرهای رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های کشور چه معنی، چه هدف و چه پیامد و نتیجه دارند؟ برخی از مردم آنها را مثبت می‌دانند که بر رشد و آبادی این منطقه سبب می‌گردند، ولی برخی دیگر میگن این سفرها بغیر از دبدبه و خودنمایی نتیجه نمی‌آورند. برخی دیگر میگویند پرزیدنت همچون خدمتگار خلق وظیفه دار است، نزد مردم رود و از حال آنها آگاه شود. برخی دیگر میگویند امامعلی رحمان را در منطقه همچون یک مهمان خارجی پیشواز میگیرند که باری اول به اینجا آمده است. سفرهای پرزیدنت عنوان صحبت نوی گپ آزاد است. مهمانان ما عبدالقادر عبدالقهار، ژورنالیست و کتابدار، و محمد اقبال صدرالدین، سردبیر اصلاح‌نت و از فعالان مخالف حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. با عرض احترام به همدیگر برنامه را شروع میکنیم. جناب محمد اقبال صدرالدین، شما از آنهایی هستید که سفرهای پرزیدنت را به محلا تنقید میکنید. چرا؟ خواهش میکنم. اولا سلام و درود بر مهمانی گرامی برنامه‌تان برادر عبدالقادر تربکوف و تمام بینندگان برنامه آزادی و رادیوی آزادی. در مورد سفرهای امامعلی رحمانوف واقعا هم خیلی زیاد برنامه ها داشتیم و الان هم که اینجا صحبت میکنم یک برنامه حدود 10 صفحه آماده به نشر نمودم و آنچه که میبینیم و آنچه که در کشور میگذرد که هیچ تغییراتی در کشور وجود ندارد، اما سفرهای پردبدبه و سرخرجی که اصلا دولت تاجیکستان با چنین مصرفکاری های از اندازه زیاد نیاز ندارد. دولتی که در شاخص پایین ترین دولت های فقیرترین دنیا قرار دارد، ولی رئیس جمهورش به مانند رئیس جمهوران هست که واقعا فکر میکرده باشی یک امپراتور بزرگ جهان است که میخواهد به پای او تمامی کشور و چندین کشورها را حتی میخواهد که بریزند. و این خاطر ما همیشه مخالف سرخرج بودن و مخالف آنچه که بر ضرر بودجه حکومت کشور و آن چیزی که برای ملت و مردم هیچ سود و نفعی ندارد، همیشه ما آن را مورد بررسی در رسانه اصلاح و صحبت هایی که داریم گفته ایم و انشاءالله که در طول برنامه با دلایل مشخص هر آن چیزی که در این مسئله سوال باشد انشاءالله که با دلایل و فکت ها پاسخ خواهیم داد. این نظر شما بود که عرض داشتید. جناب عبدالقادر عبدالقهار، نظر شما چی است با این حرفای محمد اقبال؟ چون شما در آغاز معرفی کردید محمد اقبال و همچنین مخالف کردید. کدام مخالف حکومت نسبت حکومت مهرنامه بیان میکند. البته کاملا موافق نیستم با برادر محمد اقبال. در قیاس میگویند محمد اقبال شاید مثلا پرزیدنت امریکا رو در نظر بگیریم، فرانسه یا که روسیه، دیگر کشورها، ولی ما مردم شرقی هستیم. مثلا نه همه پرزیدنت ها محبوبند، بسیاری‌هاش مشهورند، ولی پرزیدنت جناب امامعلی رحمان محبوب است. هر کس میخواهد و هر ناحیه میخواهد که با دیدارش مشرف شود، چون خدمت کرده است برای ملت. بعدا 30 سالگی استقلال من از ناحیه فرخورم. پرزیدنت به ناحیه ما نیامد و به ناحیه اشکاشی هم نیامد. اونجا هم یک چاره‌بینی بسیار جدی آمد و همین مردم دو ناحیه شخصا به من بیان داشتن، اظهار نگرانی کردن که چرا پرزیدنت در این جشن پرشکوه به ناحیه‌های ما نیامد. یعنی شما گمان نمیکنید که خیلی مردم میخواهند با پرزیدنت روبرو بنشینند، صحبت کنند یا که تشریف بیارند، مشکلاتشون گپ بزنند و بعداً کشور ما خیلی خرد است. هیچ امکان ندارد که مثلا پرزیدنت ببیند که 2 سالی که کووید بود جناب عالی با سفرهایش چیکار کرد. البته سفرها قطع شدن، سفرها دیگر ناممکن شدن به خاطر شفا و به خاطر صحتی عامه که تجمع نشود، ولی اکنون همه شده 2 ماه سال نو شده است، یک سفر شده است همگی دوای محمد اقبال و باز چندین نفر محمد اقبال گونه ها. عبدالقادر، ببینید محمد اقبال میگه که این سفرها به صورت عموم خودنمایی پرزیدنت برای مردمش است. به این مسئله چه میگوید؟ البته خودنمایی نیست،
چه خودنمایی است وقتی که پرزیدنتی منتخب یک کشور و یک ناحیه‌ای که دوستش می‌دارن انتخابش کردن سفر کند. یعنی از نگاه محمد اقبال پرزیدنت دیگر به یگاه شهر نویا سفر نکنه. از آنه که سفرهای پرخرج و پردبدبه همینش هم من قسما راضی هستم، ولی اصلا راضی هستم که باید صرف خراجات زیاد نشود و من اندیشه دارم که در بودجه دولت مخصوص یک استاتیا، یک ماده مبلغ جدا شود از حساب پولهای ایلاوگی یگام دولت برای سفرهای پرزیدنت، چون نه به ولایت خساراتی مادی آورده شود، نه به ناحیه و نه مردم پول جمع کنند. بعضی ها میکنند این کار جای بحثش نیست. به انصاف و به وجدان ها راهبرای خود ناحیه ها که پرزیدنت میآید فلان هست. درست است. حاضر ما به این مسئله برمیگردیم، ولی شما به یک نکته حاضر اشاره کردید که آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه‌های کشوری که آن را اداره میکنند سفر کند؟ محمد اقبال صدرالدین، نظر شما به همین سوال چی است؟ آیا پرزیدنت حق ندارد به شهر و ناحیه‌های کشوری که آن را اداره میکنند سفر نکند؟ خیلی زیاد هم حق دارد و باید هم سفر کند و هیچ کس مخالف سفر کردن پرزیدنت یک کشور به یک ناحیه یا به یک ولایت یا به یک استان یا به یک منطقه از کشور نیست و امام علی رحمانوف همیشه باید سفر کند و از حال رعیتش تفحص و جویا باشد. رحمانوف بیشتر باید به ناحیه ها سفر کند، ولی منظور از سفرهای پردبدبه و سرخرجی که باید انجام بدهد باید از اینها خودداری کند. مخالفت و نظر ما این است که برادر عبدالقادر خیلی سخنی خوب گفتند، ولی نو دارن در این مسئله فکر میکنند که باید یک بودجه تشکیل کنند به خاطر سفر رحمانوف به ناحیه ها و ولایت ها. آیا تا امروز جناب عبدالقادر طلبکوف میتواند جواب داده که مصرفی که سفر کرد به پنجکند در کجایی، یعنی که کدام ماده نوشته شده است یا از کدام پول بیوجت اون مبلغی صرفی که رحمانوف سفر کرد به منطقه ولایت سوخت، یعنی که چقدر خرج مصرف شد؟ همصحبتان گرامی، بیاید با فکت و دلیل ها صحبت کنیم. برای نمونه این نوارا همراه حال با هم میبینیم، سپس صحبتمون رو ادامه میدیم. آن با استفاده از مواد خدمات مطبوعات پرزیدنت و گزارش تلویزیون های تاجیکستان آماده شده است. مرحمت. سخی دوزندگی با 100 جای کاری تشکیل کرده شده است که در آن اساساً زنان و دختران خانه‌نشین به کار جلب کرده شدند. این نوار را دیدیم، خیلی کوتاه بود. جناب عبدالقادر عبدالقهار، برداشت شما از این نوار چی است؟ نوار از ناحیه رودکی است. بله. و ببینید که نقش رسانه رو اینجا من احترام میگذارم و دستاندرکاران آزادی. گمان میکنم که این بعد سفر پرزیدنت و به انصافی و به وجدانی نفرانی که این کارخانه را کشیدند و اطلاع دروغ دادن و این اطلاع دروغ رفت و با پرزیدنت به دستگاه رفت و ضمن سفر پرزیدنت افتتاح شد و بعد یه هفته از کار ماند. شما اکای میرزا نبی یاد داره که من هفته پیش در فیسبوک در صفحه خودم نوشتم که بیایید فوش کنید این راهبرا رو. با پرزیدنت به کدام شهر ناحیه سفر کرد و کارخانه را کشید که از کار ماند. اصلا من جانبدار آنم که دستگاه اجرایی پرزیدنت مقامات خاصه یک مانیتوری کنند 3 سال اخیر پرزیدنت کدام کارخانه را کشید که حالا چی حال دارد؟ ای از فعالیت من چرا از فعالیت دروغ بود که ضمن افتتاح پرزیدنت کشیده شد و همین کارگاهی که کشیده شده واقعا هم در نایروبی که منم خیلی متاثر شدم.
ولی من گیلا از دستگاه اجرایی پرزیدنت دارم که چرا این بی‌وجدان، این بی‌انصاف نفری که این کار رو به اندازه کرد مجازات نشد و چرا این نفر از طریق رسانه ها رسما اعلام نشد که کی کرد این کار. باید یک نکته رو گویم که این برنامه با پیشنهاد بینندگان عزیز تهیه می شود. عکس‌های فرستادن آنهایی میگن که کوچه در پنجکن را که به خاطر سفر امام علی رحمان یعنی روز همین 14 اپریل سال روان با شتاب منفرش کرده بودند، بعد همگی 2 روز دوباره ویران و کارناشایان شد. آیا به نظر نمی رسد تیاره ها به سفرهای پرزیدنت با سراسیمگی صورت می گیرند و بیشتر مثل خاکپاشی به چشم رهبری دولتند؟ عبدالقادر عبدالقهار مرحبا. استثنا نیست. هرچند من بار دیگر میگویم که تمام همین رهبران ناحیه ها و تمام همین دستاندرکاران یا که کارمندان بی‌واسطه به حکومت ربط داشته گاه از خودگذری میکنن، گاه زیاده روی میکنن، گاه حرامکاری میکنن، گاه به این کمبودی ها راه میدن. ولی من گمان نمیکنم که همین کوچه تا آخر همین بعد رفتن پرزیدنت همین اسفالت های او ریخته باشه. دشمن کمبودی میجوید، 2 میسک کجله خشم میدونید، شاید 1 متر 2 متری همون راه اسفالتش کنده باشد. اکنون تمام رسانه ها جور میزنند که بعد رفتن پرزیدنت راه اسفالت یا اسفالت از راه کند و گریخت. من راستی گپ باور ندارم. محمد اقبال، شما به همین حرف عبدالقادر که میگویند اینجا دشمن ها مخصوص این کارا رو انجام میدن، این گونه خبر رو پخش میکنن، راضی هستی؟ با فکرم که حزب نهضت اسلامی یا گروه بسیار یا مخالف ها نرفتند در اون زیر یگان چیز مونده باشند که اون راهی که منفرش کرده شد خراب شده باشد تا اینکه امام علی رحمانوف با این اتهام کنن یا که رئیس ناحیه پنجکن یا اون دئو یا اون راهسازه. این هم باز هم یکی از هرزه هایی است که جانبداران رژیم رحمانوف همیشه میگویند گویا ما اونها را اتهام کرده باشیم. اون چیزی که در دیگ است در کبلز میبراید. ولی به هر حال اگر به سفرهای پرزیدنت با نگاه مثبت نگاه کنید، شما چرا دیده میتوانید؟ نخواد یگان جنبه مثبت در این سفرها نباشد؟ باور کنید اگر من اولا که ماه شریف رمضان است و الله شاهد است هر کاری که من در آن خوبی دیده باشم اگر من اون اقرار نکنم پس من فرزند این وطن و فرزند این ملت نباید باشم. چون که آن چیزی که برای ملت و وطن و دولت هم دوست می‌دارم یعنی این چیزی نیست که من اون پنهان کرده بتونم و هر چیزی را که من در سفرهای رحمانوف می‌بینم باور بکنید غیر از مصرف زیاد، غیر از تملق‌کاری، غیر از مداحی، غیر از آن چیزهایی که تماما یعنی اصلا یک رئیس جمهور نیاز به گشودن تولدخانه ندارد. جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر همین سوال را از شما کنم باور دارید که سفرهای پرزیدنت یگان جنبه منفی ندارند و 100% مثبت هستند؟ نظر شما چه است؟ اصلا سفرهای جناب عالی به همه شهر و ناحیه ها با منفیتند. بار دیگر میگویم که پرزیدنت ما سرور دولت ما فرق دارد از سرور دیگر دولت‌های غرب و دیگر کشورها. محبوب است پرزیدنت، دوستش می‌دارند، می‌خواهندش ببینند. خب ببینندش، بعداً باور کنید منفیتش بیشتر است. خب کمبودی محمد اقبال من اعتراف می‌کنم بعضی کمبودی‌ها هست ولی عیب پرزیدنت نیست. پرزیدنت به نیت نیک به یک ناحیه سفر می‌کنه. خدمات پرزیدنت حکومت جمهوری تاجیکستان گزارش می‌دهد که همین ناحیه 57 انشاءات جشنی ساخته است و مردم ناحیه می‌خواهند که پرزیدنت از این ناحیه دیدن کند و این انشاءات‌ها باز شود و باز هدایت کند پرزیدنت به آنها و باز راهنماییشان کند و باز اندیشه اونها را هم بشنود که چی می‌خواهند، چی کنیم که این ناحیه آباد شود. در همین جا آقای میرزا نبی چی جای بدی هست؟ چرا پرزیدنت در فرزند 30 سال به پنجکن نرود یا 30 سال به فرخار نرود؟ تنها به خاطر اون که محمد اقبال میگوید که صرف و خرج و مصرف دولت داری، صرف و خرج دارد، مصرف دارد.
معلوم است که پرزیدنت تنی تنها یا با هیئت خرده به ناحیه‌ها سفر نمی‌کنند. در نوارها می‌بینیم هیئت کلان همراه پرزیدنت است و صحنه‌های با شکوه نیز آماده کردند. مگر این همه خرج بیهوده نیست برای یک کشور فقیر که مردمش در روسیه زحمت کشیده پول می‌فرستد؟ این همه چه معنا دارد؟ جناب عبدالقادر عبدالقهار مرحبا. خرج و مصرف زیاد نیست مگمانم. همین در یک 6 ساعتی که پرزیدنت به یک ناحیه میآید. خب شما گمان میکنید که محمد بود که تمام میشه ما اینجا در هیئتی چند صد نفره اونجا میایستند، لیکن من گمان میکنم که این قدر صرف و خرج زیاد طلب نداره. عبدالقادر میشود که با فکت و دلیل صحبت کنید، اینطور با حرفای عمومی اکادمیکی مثلا. درست من دقیقاً مثلا من میدونم که مثلا فرضاً رفت همین پرزیدنت به خروق یا اینکه با ایشکاشیم یا با مثلا ناحیه فرخور همه شده 3 4 5 ساعت دوام میکنه همین سفر. یعنی همین 50 نفر هیئت پرزیدنت یک پیاله چرت در یک ناحیه خودشون خورد، همین صرف و خرج مخرج زیادی است یا مصرف زیادی است. نه اوکی. بین از این بالاتر. بله محمد اقبال نظر شما چه است مرحبا؟ باور کنید برادر عبدالقادر میدانم باید که از طرفی یعنی که یکی حمایت از امام علی رحمانوف کنید، ولی اگر خواهی من برای شما بگم در همین سفر امام علی رحمانوف با پنجکین از یک دهقانی فلغری 2 لینچه سبزی گرفته است رئیس جماعت که ما آش میکنیم بعد از اون میتیم پولش ندادنش او دودوی داره که من پول سبزیام آبتیه. جناب طلبکوف عبدالقادر عبدالقهار ببخشید، به فکر شما چرا پرزیدنت خودش به تنهایی و بی برنامه حکومت‌های محلی به کوچه ها نمی براید و نزد مردم نمی رود تا دردی آنها رو پرسد؟ حاکمان محلی برایش آدمی از پیش تیار کرده رو میارن که صحبت کنن. به این مسئله چه میگوید؟ من پیشنهادی مشخص در این مورد دارم و قبلا من وقتی که در شبکه یک کار میکردم در تلویزیون تاجیکستان بعضی اندیشه‌های خودم درست میگفتم. من کاملا مقابل آن هستم که سفرها پر دبدبه و سفرها به 2 گروه باید تقسیم شود. و سفری کاری باشه و سفری که وابسته به جشن و عیدهای ملی. در سفری کاری باید پرزیدنت با چند نفر با یک طیاره فرضاً و البته آمادگی امنیتی باید باشه، ولی در شکلی پر دبدبه کودکان شعر گویند، در 2 طرف کوچه قطار ایستند. من مقابل هستم. مثلا بگذار یک کارخانه عظیم صنعتی اهمیت ملی و بین المللی داشته و یا استراتژی داشته باز شود. چونی باید باشه؟ طیاره پرزیدنت در نزد همون کارخانه استقبال از جانب رهبری کارخانه و رهبری ناحیه چند جمله هدایت باز شده شوید. شاید رسانه‌های خبری ما اینجا خدمت رسانه کرده ایستادن، رسانه‌های خبری دولتی که از حد زیاد شبانه روزی 24 ساعت یک موضوع رو دامنگیری میکنند. شاید مناسبت کریاتیوی در کار در طرز پیشنهادی رسانه‌های دولتی و یا خدمات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، خدمات مطبوعات، من تقریبا حالا نقش خدمات پرزیدنت رو ندیده ایستادم در سفر یا در رویدادهایی که اطراف حکومت، دولت، پرزیدنت نسبت بین المللی. سخنگوی جناب عالی خیلی کم سخن میگوید یا تقریبا سخن نمیگوید و این سوال ها پیدا می شود. ببینید عبدالقادر، ماه اکتبر سال 2013 در جریان سفر پرزیدنت به ناحیه فرخار، گلنگار خرسا به پرزیدنت شکایت کرد که او خنک خورده است. پرزیدنت او را به آغوش گرفت و به مسئولین گفت که بی‌انصافی نکنید، کودکان یخ کردند. ولی حالا هم می‌بینیم خردسالان در راه‌ها و میدان‌ها در وصف پرزیدنت شعر می‌خوانند و همین گونه حالت‌ها تکرار می‌شوند. به این مسئله چی نظر داره؟ من 15 سال شد مقابل این نظر هستم، مقابل این عمل هستم. من هم مقابل سفرهای پرخرج و دبدبه پرزیدنت هستم. من هم جانبدار رفرم این سفرها هستم. بار دیگر تاکید میکنم که سفری رسمی باشد، اگر نوروزی مثلا 35 سالگی در ناحیه خوجند باشد، با تمام شکوه دبدبه‌اش بگذار تمام دانشجویان، مکتب بچه‌ها و همه ما رفته در اونجا یک بزم خانوادگی تاجیکی کنه. ولی اگر یک سفری کاری است، حاجت نیست 800 استودنت، طلبه، خواننده رو در قدیره
خطار کردن. درست است. ما هم واقعا درباره سفرهای کاری صحبت داریم. آیا چنین به نظر نمی رسد رئیسان ناحیه‌ها برای پیشواز پرزیدنت یک مسابقه را شروع کردند که کدام با تنتنه‌تر و با دبده‌تر از دیگری دسترخوان میکشند، میوه‌هایی که در منطقه هایی که نیست میآورند و همچون دستاورد میگذارند؟ تخمین می‌رود که سفرهای پرزیدنت وابسته به نوعشون کاری یا جشنی از 3 تا 30 میلیون سومانی خرج دارند. به فکر شما این خرج از کجاست و از طرف کی پرداخته می شود؟ بازم شما عبدالقادر عبدالقهار. پس پروتکل حکومت چی میکنن؟ بعد دستگاه اجرایی پرزیدنت چیکار میکنن؟ این سفرها پیشتر مطرح میشوند، روند گویند صرف خرج زیادی نکنید، روند گویند پروتکل معین کنند در دایره یک وای. رئیس ناحیه چرا سبقت میکنه، چند مسابقه؟ اینا عیب پرزیدنت نیست. پرزیدنت فقط سفر میکند. خب جناب ولی دیگر با همه کارهای ملی بین المللی مانده و فقط با 2 قابچه کفتشکا و پیازی که از کدام یک زن موافق اطلاع محمدی گرفتن باید بررسی کند. اینو می محمد اقبال صدرالدین، شما به این حرفا چه نظر، به این سوالها، به فکرایی که عبدالقادر گفتن چه نظر دارید؟ میگردم به اون چیزی که اول پرسیدید. واقعا برادر عبدالقادر در مورد اینکه انتقاد از سال 2018 در قضیه بیشتر گرفته شدن نام رحمانوف در رسانه ها و یا کلت لیچ نیستش، حتی در آزادی و در فیسبوک هم قبل از اینکه کشاده بود میخوندم و واقعا این گپ عبدالقادر درست است که همین گپ نوشته بود و اپارات پرزیدنت یا دستگاه رئیس جمهوری اصلا یگان جواب به نوشته عبدالقادر یا به انتقاد عبدالقادر نکرده بود که برای چی، یعنی که این خبر از آن گرفته شده بود که یک رسانه آمریکایی در یک تحقیقات در یک ماه نام رحمانوف در رسانه ها 813 بار تمجید و یعنی مدح شده بود و جناب عبدالقادر طلبکوف یعنی این مسئله را مخالفت کرده بود، ولی خوب دیگر اپارات پرزیدنت یا دستگاه چیزی جواب نگفته بود. در مورد اینکه واقعا ما اگر وقتی که صحبت میکنیم در قضیه اینکه در درواز وقتی اموال رحمانوف سفر میکنه ماهی می بودرین قطعی پمیدار دوجا از کجا پختگی است؟ وقتی که رئیس درواز بودرینگ یا که کدوی که ماهی نویبر میپزه اونا میبرن در پیش رحمانوف کوتال میکنن، تراکتور میسازن، ای کشکب رست میکنن میموننش در ماهی می. پمیدار بالگارسکی در حالتی که در ماه می اصلا یگان چیز ولی پختگی نیست، او چیزی که باید در همون منطقه‌های کوهستانی باید بپزه. آیا همین رحمانوف یا دستگاه پرزیدنت همین چیزها را نمیفهمه که همینا را از تاشکند آوردن، همینا را از ازبکستان آوردن، این چقدر خرج مصرف شد و این مسئله که از ناحیه هست، رئیس ناحیه این از کیسه خودش برای اموال رحمانوف نمیکنه. حالا میخواستم نظری هر دوی شما را پرسم که آیا این مسئله راه حل یا تنظیم درست را دارد؟ یعنی درباره این بحثایی که ما کردیم راجع به سفرهای پرزیدنت. مرحمت عبدالقادر عبدالقهار شما چی میگوید؟ خب من خلاصه میکنم سفرهای پرزیدنت در استاتیا ماده مخصوص در صرف و خراجات حکومت باید مخصوص نوشته شود. عموما از حساب ناحیه ولایت باید سفرها صورت نگیرد. سفرهای کاری علاوه سفرهای بزمی و جشنی ملی علاوه باید باشند. در سفرهای کاری باید پرزیدنت با 10 15 20 نفر رود. استقبالی با دبدبه باید نباشد، افتتاحی کارخانه باشد و چند سخنی راهنمایی و با همین سفر ختم. و شبکه‌های دولتی ملی هم در 30 ثانیه 45 ثانیه در 1 دقیقه باید این خبر رو پخش کنند و تمام 24 ساعت 11 کانال باید دور نزنند. این خبر غاز داده و 2 ساعت پخش کردن معنی ندارد. مغزی خبر. تشکر. محمد اقبال نظر شما چیه؟ من واقعا اصلا سفری وقتی که من یک تاجر هستم یا عبدالقادر یک تاجر است، خداوند تاجرش کنه و پولش بده تا اینکه یگان بینایی را درست کنه و افتتاحش کنه و خودش افتتاحش کنه، یگان کس نه افتتاحش نکنه. وقتی من یک بنا میسازم برای افتتاح کردن اون برای چی اون باید پرزیدنت کشوید؟ وقتی من تاجر هستم یک چیز من میکشم یا یک چیز من درست میکنم برای چی پرزیدنت بیا اون افتتاح کنه؟ کی اون حق داده است؟ اون پولی بیوجت نباشه، اون پولی پرزیدنت نباشه، اون پولی
یعنی که برای من از یگان گرانت دولت‌های دیگه نداده باشن. من تاجر رو میخوام یک چیز افتتاح کنم. رحمانوف تنها و تنها برای آن جایی که خودش یعنی که میسازد از پولی، یعنی که پرزیدنتی، برای همون برای سفر کنه و این چنین وقت سفر میکنه در داخل کشور با هلیکوپتر نه، در داخل خودش میگفته باشه که او اسرائیل اومد فلسطینیو میزننش، خودش یه هلیکوپتر قطع میکنه، 3 هلیکوپتر دیگه رحمانوف نظارت میکنه. در پنجکن تا 3 جا میشینه به هلیکوپتر، ایداشت قاضی تو پنجکن 40 کیلومتر به هلیکوپتر میروه. در داخل وطن به زمین رفتن نمیتونه. آیا میتونه؟ برای چی نمیروه؟ یعنی مصارف سفر رحمانوف بیشتر از اون چیزی است که یعنی که در یعنی که بیوجت یک کشور کوچک. پس پیشنهادتون چی است؟ راه حل تنظیم این مسئله چی است؟ خیلی مشخص و خیلی کوتاه خواهش می‌کنم. اون چیزی که در مورد کشاورزی است، وزیر کشاورزی برای افتتاحش کنه. اون چیزی که مسائل تندرستی است، وزیر تندرستی برای افتتاحش کنه. یا این وزیران لختک هستند، وقتی وزیرش میمونی سروزیر لااقل برای افتتاحش کنه. برای چه امام علی رحمانوف در اون چیزایی که مربوط به اون است، از پول اون کشوده نشده است یا ساخته نشده است، برای چی میره چیزی یک تاجر افتتاح میکنه؟ یک چیز دیگر همینجا باید بگم قبل از اینکه برم، حتی سفرهای رحمانوف به منطقه ها سبب زندانی شدن چندین تاجر شدگی است. برای اینکه 6 ماه 1 سال باید که همون بینو باید یعنی کشوده شود، براش گفتگی که برای سفر رحمانوف همین تیز بکن، بیچاره از بانک قرض گرفتگی 7 سال شیشتگی است. نام 7 نفر در نزد ما است که به خاطر سفر رحمانوف در زندان قرار دارند. یعنی تشکر محمد اقبال، تشکر عبدالقادر و با همین برنامه رو به پایان میبریم. مهمانان ما همچنان که گفتم عبدالقادر عبدالقهار تحلیلگر و مدیر کتابخانه لاهوتی پایتخت و محمد اقبال صدرالدین سردبیر اصلاح‌نت و از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان بودند. بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و فکر میکنید برای حل مشکل جامعه مساعدت میکنند، پیشنهاد کنید، ما منتظر هستیم. خدا نگهدار و من میرزا نبی خالقزاد بودم که برنامه رو پیش میبردم.